احترام پول ملی اساسش است. 2000 سال فرمان پرزیدنت کشور بود درباره اسعار ملی. نه که امروز دیوار کردنش ترتیبش دیوار کردن نظارت کردن بانک ملی دیگر مقامات نظارتی واسه سپارش قطعی گرفتند. قانونگذاری پیشینه کودکس جنایتی با مصادره مبلغ نبود واسه جاری میشه. مصادره مبلغ از جانبی منامون اگر صرف کدامی که غیر قانونی مبادله اسعار میکنه در مغازه در بازار در دیگر جای غیر رسمی میکنند وای مبلغ وای در وقت حالتی بعد از افتادن پول را مصادره کرده میشه. یا من اون جزای جنایتی که تا 5 سال بود با 9 سال رسانده میشه. و اون جریمه هایی که یک برابر بود تا 400 سومانی سر میشید یا سوبیکت های خوجگی دار 12000 سومانی قریب یک برابر زیاد کرده شد. یک جریمه تا 10 برابر زیاد کرده میشه. همین مردم باید فهمد. مردم باید همین درک کند که عموما جزاهای سخت‌ترین نسبت مبادله غیر قانونی اسعار در قانونگذاری نو تغییرات پیشنهاد کرده می شود دیده می شود که مردم درک بیابند از زمین که آگاه شوند و طلبات قانون را پورا رعایت کنند. این چه در نظر است در دیگر ترتیب هایی که دستورهای بانک ملی دیگر دستورالعمل دیگر سندهای معیاری حقوقی دیگر قانونگذاری که با وضع امروزان باید و مطابق کنیم باید تغییرات های ضروری پیشنهاد کرده می شود. و گروه های کاری علاوه تجدید شده است در سطح حکومت جمهوری تاجیکستان و ما کار کرده عموما اون نشان دهنده است که چون وکالت هایی که ما داریم بانک ملی در دوران وکالت و اون فیشنگ هایی که تنظیمگر همچون تنظیمگر ما پیش بینی میکنیم استفاده میبریم.